دونالد ترامپ بار دیگر به ایران هشدار داد که اگر مذاکرات میان دو کشور به نتیجه نرسد، تمام نیروگاه‌های برق، چاه‌های نفت، جزیره خارق و حتی تأسیسات آبشیرین کن ایران هدف حمله‌های آمریکا قرار خواهند گرفت. او تاکید کرد که تاکنون عمداً به این مرکزها حمله نشده و افزود این حمله‌ها در صورت وقوع اقدام تلافی جویانه برای کشته شدن سربازان و افراد خواهد بود که طی 47 سال گذشته به دست حکومت ایران جان باخته‌اند. در مقابل مقامه‌های ایرانی هر گونه گفتگو با آمریکا را رد کرده و اعلام کرده‌اند که در یک ماه گذشته هیچ مذاکره میان دو کشور انجام نشده است. اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت خارجه ایران اظهار داشت که ایران پیشتر دوباره سوی آمریکا فریب خورده و قصد ندارد بار دیگر چنین تجربه را تکرار کند. او با این حال تاکید کرد که خواسته های آمریکا از طریق پاکستان به ایران منتقل شده است.